بابا وای فای کو؟ خاموشش کردم. برای چی آخه؟ وسط بازی بودم. منم وسط بازی بودم. بازی شطرنج واقعی، با چای، با آرامش. بابا تو نمیفهمی. دارم توی بازی قهرمان جهانی میشم. منم وقتی سن تو بودم قهرمان خاموش کردن تلویزیون با کنترل سیمدار بودم. من تو فورتنایت فلان رتبه‌ام. من تو نانوایی رتبه اول گرفتن نون سنگک بدون سوختگی بودم. اصلاً نمیخوای منو بفهمی. باشه، یه شرط. اگه تونستی یه بازی غیر دیجیتال پیدا کنی که باهام انجام بدی، وای فای روشنه. نه تو که اصلاً شانس نداری. بازی رو بردی، وای فای روشنه. میخوای بری تو بازی؟ الان دارم واقعی بازی میکنم.